إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله متعال را سپاس میگیم و حمد و شکر او را به جا میاریم که باز هم برای ما شما توفیق یک امر خیر را نصیب کرد که او اشتراک در ادای نماز جمعه و شنیدن خطبه جمعه هست و از الله متعال استدعا داریم که آنچه از شریعت الله متعال میآموزیم و میشنویم پروردگار برای ما شما توفیق عمل خالصانه به او را نصیب ما بکنه و توفیق فهم درست شریعتش را نصیب ما بکنه و توفیق دعوت حکیمانه به طرف دین را نصیب همه ما بکنه. موضوعی را که از جمعه قبلی آغاز کرده بودیم و بحث ما تقریبا نیم کله باقی مانده بود، بحث سنت ابتلا و آزمایش در زندگی یک انسان مسلمان است. الله تبارک و تعالی هنگامی که انسان را و بشریت را خلق کرده و هستی را خلق کرده، در مورد زندگی انسان ها و در مورد هستی یک سلسله از قوانین و سنت های را وضع کرده و همه هستی و همه مخلوقات و از جمله انسان ها هم در حقیقت تحت انی سنت های الهی زندگی خود را پیش میبرند و الله متعال در شریعت الهی حکمت های این سنت ها را بر ما بیان کرده و بر ما تعلیم داده که در کدام حالت چی نوع عمل باید داشته باشیم و در حقیقت انسان مسلمان میتونه از مشکلات و سختی ها و ابتلاعاتی که در زندگی انسان ها حتما و خامخا میآید وسیله بر خود قرار بده این سختی ها و مشکلات را بر بدست آوردن ارزش های معنوی که انسان نمیتونه او ارزش ها را به دست بیاره مگر در هنگام عبور کردن و مرور کردن از سختی ها. مثل که آیاتی که تفصیلی در هفته قبلی سر از او بحث کردیم، الله تبارک و تعالی راه بر کسب صلوات از جانب پروردگار و راه بر جلب رحمت پروردگار و راه بر رسیدن به هدایت را از مسیر تحمل سختی ها و مشکلات بیان کرده بود و الله تبارک و تعالی میگه که حتما خامخا شما به سختی ها و مشکلات مواجه میشین و او انسان هایی که در این سختی ها صبر میکنن و خود را به الله تبارک و تعالی تسلیم میکنن، در نتیجه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. پس انسان در زندگی مادی هم سر سختی ها میآید و در از لحاظ معنوی هم الله تبارک و تعالی